شما یک شخصیت رو بگید که میدونم که ایوان تو خیلی همیشه حرف داری ولی ببخشید وقت بهت خیلی نرسید. من میخوام هر کدومتون یک شخصیت رو بگید که فکر میکردید باید باشه در خبرها و کم بهش پرداخته شد. میخوای از تو شروع بکنیم داوود؟ تو اول بگو. من شخصیتی را که میخوام در موردش صحبت کنم احمد شاه اسمش است که خیلی کم در خبرها بوده ولی یک شخصیت بی‌نهایت تاثیرگذار و کسی هست که از 20 سال به این طرف در امارات متحده عربی ای به عنوان تاجر در اونجا فعالیت داره و عکسش هم که شما الان نگاه میکنید شاید از معدود عکسایش است که شاید هم اولین بار است که ما این عکسش مثلا پخش میکنیم اینا چاپ گذاشتیم. عکس کمتر دیده شده در رسانه ها اصلا در موردش زیاد صحبت نشده. تاجر است فعلا ولی شخص کاملا بی‌طرف و با تمام سیاستمداران افغانستان این ارتباط داره و به عنوان یکی از کاندیداهای بالقوه همونطور که بیشتر در رابطه با اداره موقت ما صحبت کردم احتمالاً شاید هم یکی از کاندیداها برای سرپرستی همچون اداری باشه. شخصیت مورد قبول برای امریکا، برای اتحادیه اروپا و حتی برای طالبان و همینطور برای تمام سیاستمداران داخل افغانستان و کسی بوده که فکر می‌کنم در سال‌های آینده بیشتر در مورد او خواهیم شنید و در هفته‌ها و ماه‌های آینده حتی در موردش شاید بیشتر بشنویم. بسیار خوب. کیوان تو بگو. خیلی هم دلخور به نظر میاد. نه به خاطر که اون قسمت ترامپ و یه چیز خیلی کوتاه بگو خیلی کوتاه وقت نداریم. تو ذهنم بود که حتما اشاره بکنم به این که به عنوان یک روزنامه‌نگار ایرانی که مسئله دموکراسی شاید خیلی براش اهمیت داشته باشه انتخابات آمریکا اتفاق عجیبی که این دوره افتاد ضربه‌ای بود که به باور در ارتباط با دموکراسی زد در بین گروهی در داخل کشور از طرفداران آقای ترامپ که در واقع یکی از نتایج دور از انتظار این انتخابات بود به دلیل اون چه که ادعای تقلبی که ایشون مطرح کرد. اما حالا فراتر از این موضوع در ارتباط با چهره‌هایی که کمتر دربارشون شاید صحبت بشه دست کم در رسانه‌های مثل رسانه BBC فارسی من جاسیندا آردرن رو انتخاب می‌کنم که اسم خیلی دشواری هم داره. حالا اسمش کمتر در اخبار در واقع میاد شاید بد نباشه برای نخست وزیر نیوزیلند. نخست وزیر نیوزیلند که در این سال موفق شد برای دور دوم هم انتخاب بشه. کسی هستش که در واقع جوانترین زنی هستش که در نیوزیلند در سال 2017 به قدرت رسید. کارنامه درخشانی داشت تا سال 2020 در زمینه توسعه خدمات اجتماعی، آموزش و بهداشت و همچنین کابینه‌ای رو معرفی کرد که در اون از اقلیت‌های قومی و همچنین زنان مختلف در پست‌های مختلف استفاده کرده بود که در نوع خودش کم نظیر بود. از همه اینها مهمتر در سال 2020 با بحران کرونا موفق شد که یکی از بهترین نمونه‌های کنترل این بیماری رو داشته باشه و در شرایطی که سراسر کره زمین به سختی داره با این بیماری دست و پنجه نرم میکنه در طول سال وضعیت نیوزیلند اصلا قابل مقایسه نبود با کشورهای دیگه و یکی از موفق ترین رهبران سیاسی جهان هستش که نوعی جدید پر انرژی متفاوت از